اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. خیر مقدم عرض می کنم خدمت تک تک حضار گرامی، بینندگان عزیز. سلام عرض می کنم خدمتشان و با کسب اجازت از محضر علمای کرام، قماندان صیبا، بزرگا، متنفذین، اندیشمندان، بانوان و جوانان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حساسیت شرایط سیاسی کشور به ویژه بحران انتخابات، مذاکرات صلح و آینده دولت جمهوری اسلامی افغانستان ما را وادار به این ساخت تا دیدگاه‌های خود را از آدرس حوزه سیاسی جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر این مسائل دیگه روشن بسازیم و موقف خود را روشن بسازیم. در ابتدا لازم است که از حضور مردم در پای صندوق‌های رای که به خاطر تعیین سرنوشتشان بود تشکری بکنم و از نیروهای امنیتی به خاطر تأمین امنیت انتخابات نیز جا داره که تشکری بکنیم. خواست مشروع و مسلم مردم ما این بود که دست کم تجربه چهارمین انتخابات ریاست جمهوری با توجه به بحران‌هایی که در دوره‌های پیشتر ما تجربه کرده بودیم بهتر باشه و شرایط فنی و اجرایی برگزاری انتخابات طوری فراهم شود که مردم بتانند به نهادهای انتخاباتی و مدیران انتخابات و در مجموع پروسه انتخابات اعتماد کرده و پای صندوق‌های رای برند. برای ما و مردم ما همون قسمی که قهرمان ملی همیشه ذکر می‌کردند که انتخابات تنها راه مسالمت آمیز و مدنی و عقلانی بررسیدن و معضل مشکل مشروعیت دولت هاست، نیت و انگیزه و باور و اعتماد مردمی بود که این بار با انتخابات شفاف و عادلانه ما به امی آرزوی دیرینه شهدای خود از جمله قهرمان ملی و مردم خود برسیم. ما محتاطانه از اصلاحات انتخاباتی سال گذشته و رغم نارسایی هایی که وجود داشت حمایت کردیم. فهم ما این بود که تغییر قوانین انتخاباتی به ویژه افزودن شرایط آرای بایومتریک که انتخابات شفافتر می ساخت به عنوان یک اصل در انتخابات بود، ریاست جمهوری ششم میزان می توانست دارای اعتبار باشد. اعتماد کردیم و محتاطانه او را رصد داشتیم. در عین حال چه در مراسم 14 سنبله و همچنین چه در گذشته نگرانی‌های خود را در مورد تقلب و عدم شفافیت و عدم استقلالیت با مردم ما، با بزرگان و همچنین جامعه و بخش‌های دیپلماتیک و جامعه دیپلماتیک شریک ساخته بودیم. میزان مشارکت خیلی پایین مردم ما در انتخابات خود نشان از نارضایتی مردم و ناامیدی مردم ما داشت. متاسفانه امیدوار بودیم که تا آمدن یک حکومت مشروع و ایجاد یک حکومت مشروع که از دل انتخابات شفاف و عادلانه آمده باشه، زمینه برای پایان جنگ، آوردن صلح و ساختن یک دولت با قاعده وسیع که بتانه خدمتگزار افغانستان و مردمش باشه و بتانه که افغانستان را و آیندهش همون قسمی که قهرمان ملی آرزو داشت، یک افغانستان آزاد و آباد و مستقل بسازه. اما متاسفانه که فیصله عجولانه کمیسیون ها که ناسنجیده، عجولانه و سیاسی بود باعث نارضایتی مردم ما شد و باعث نارضایتی آحاد ملت شد و باعث شد که
مردم رو قبول نکنن و همینجا بسیار به صراحت اعلام میکنیم که ما مثل همیشه، مثل دیروز و امروز و انشاءالله فردا همیشه در کنار مردم خود و در کنار فیصله مردم خود هستیم انشاءالله. الله اکبر، الله اکبر، ماشاءالله ماشاءالله. ما بحران ناشی از انتخابات به شدت به ضرر مذاکرات صلح میدانیم، به ضرر صلح ای وطن میدانیم و به ضرر امنیت و آسایش مردم خود میدانیم و خواهش ما همیست که سیاسیون به خیر انشاءالله به یک راه معقولی که مقبول ملت و مردم باشه انشاءالله برسند. لازم میدانیم یک چیز بسیار مهم اینجا یادآوری کنم، با او نیروهای امنیتی ماستند که سرمایه های ملی ما به حساب می روند و با زحمت و قربانی دادن چه بسا مردها و زنهای فداکار در طول 2 دهه گذشته ما و شما یک نیروهای امنیتی متحد و وفادار داریم. هر گونه سوء استفاده سیاسی از نیروهای با عزت امنیتی ما و شما وطن ما را روز به روز به پرتگاه و به خطر بیشتر و بیشتر مواجه میکنه و یادآور روزهای تاریک گذشته است که حکومت‌ها نیروهای امنیتی را در بستر مردم خود و به ضد مردم خود استفاده کردند. امیدوار هستیم که ملت ما امو قسمی که تابال در کنار نیروهای امنیتی استاد شدن و نیروهای امنیتی در کنار مردم ما انشالله تا اخیر راه در کنار هم و با هم انشالله یک جا و استوار حرکت بکنن. در ارتباط صلح پیشنهاد و برنامه و فکر ما اینه می بود. موقف ما موقف مردم ماست و مثل همیشه در کنارشان استاد هستیم. اما مسئله جدیه که فعلا با او مواجه هستیم، شنبه مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و تحریک طالبان امضا میشه و قضیه مذاکرات صلح جدیتر و جدیتر شده روان است. صلح آرزوی دیرینه مردم ماست، آرزوی دیرینه قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود و استاد شهید و هزارها و هزارها و هزارها شهید و معلول و یتیم و بیوه این مملکت بوده و هست. من خوب به یاد دارم که قهرمان ملی و استاد شهید بار بار برای ختم جنگ و آوردن صلح کوشش کرده بودند. همیشه شنیده بودیم که قهرمان ملی میگفت جنگ همیشه بالای ما تحمیل شده، هیچ وقت خواستار جنگ و علاقمند جنگ نیست. تلاش هایشان برای آوردن صلح ایست که همه شما میدانین. من فقط به شکل مثالوار چند تایش خدمت شما عرض میکنم. یکی وقتی که به تنهایی و امرای فقط یک بادیگارد و یک مشاورشان به میدان شهر در قلب تحریک طالبان و مرکزشان رفتن و با دست خالی و برگشتن. متاسفانه نیتشان همی بود که با خلوص نیت نشان بدن که او خواستار صلح و ختم جنگ در افغانستان هستند. نعره تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! پس ما از ابتدا روحیه ما روحیه صلح جویانه و روحیه بوده که جنگ را در کشور ما خاتمه بدیم و کشور ما شاهد روزهای روشن‌تر و بهتر باشد. دفعه بعدی که تلاش‌ها صورت گرفت، تلاش‌های قهرمان ملی و استاد شهید و جبهه متحد ملی افغانستان با تحریک طالبان با عنوان مثال مذاکرات ترکمنستان در سال 1999 بود که به کوشش و میزبانی ملل متحد برگزار شد که حتی به توافقات رسیدن و حتی قانونی صاحب که جایشان امروز در میان ما خالی است در اونجا دیگه بیانیه‌ای دادن و بسیار به خوبی از مذاکرات یاد کردن و ای که به توافقات رسیدن. اما متاسفانه چند روز بعد باز میبینیم که بعض مداخلات خارج از افغانستان باعث ای شد که مردم افغانستان و ملت افغانستان شاهد روز خوش و شاهد صلح پایدار نباشند. دفعه بعدی که تلاش ها صورت گرفت، تلاش های استاد شهید در 2 دهه گذشته بود به خاطر آوردن صلح و تلاش هایشان در شورای صلح. میبینیم که حاضر بود از جان خود بگذره به قیمت خاتمه دادن جنگ و آوردن صلح
روحشان شاد و یادشان گرامی باد. مایی که در 14 سنبل یاد کردیم و تعهد سپردیم که در کنار مردم خود راه شهدا، راه قهرمان ملی، استاد شهید و هزارها شهید دیگر ادامه میتیم. در قبال صلح هم خود ملزم میدانیم به تعقیب امو راه و امو شیوه. حتی اگر که جانمان در ای را قربانی شود حاضر هستیم قبول بکنیم، اما خود صلح واقعی در این مملکت ان شاء الله بیاید. ما روند جاری صلح با تمام چالش هایی که ممکن داشته باشند یک فرصت خوب برای رسیدن به صلح واقعی و پایان جنگ میبینیم. اما با انتباه از گذشته و امی مثال هایی که براتان زدم، نگران ایم هستیم که بار دیگه این فرصت طلایی و این فرصت خوب مذاکرات صلح مثل گذشته تبدیل به فرصت جنگ نشه، خدای ناخواسته. لحاظا کوششی که هست و تلاشی که صورت میگیره بیشتر به این باشه که یا با حسن نیت قدم به قدم با اقدامات نیک ما شاهد ای باشیم که بیشتر از بیشتر به صلح نزدیک میشیم. از طرف ما حسن نیت، صداقت و عیاری همیشه ثابت شده. خوب به یاد دارم در دوران مقاومت چه بسا که زندانیای زیادی بودن، نصیر قهرمان ملی او آزاد می ساخت همه را به نیت فراهم شدن شرایط و فضای صلح. حتی در 2 دهه گذشته بسیاری از اسرا آزاد شدن به همین نیت. دفاتر به یک ترتیب سیاسی باز شد به همین نیت. امیدوار هستیم که حسن نیت با خاتمه یافتن جنگ و پایان یافتن جنگ و واقعا نیت ای که افغانستان دارای یک دولت واحد و دارای یک باور واحد و دارای یک صلح واقعی باشه، از طرف مقابلم شروع شود و حسن نیت را او هم نشان بدن. جا داره که از تلاش های جامعه بین المللی به خاطر آوردن صلح استقبال بکنیم. امیدوار هستیم که در این راه و در این روند سازوکارها و ضمانت‌های اجرایی و عملی لازم به خاطر هر توافقنامه‌ای که امضا میشه دیگه او در نظر گرفته شود. مردم ما هنوز با یک چشم نگران نگاه میکنن. یک چشمشان نگران است و یک چشمشان امیدوار هستیم که دیگه جامعه بین المللی و کشورهای زی دخل در مسئله صلح افغانستان این مورد را در نظر بگیرند. ما انتظار داریم که جامعه جهانی با حفظ بی‌طرفی خود روند گفتگوهای بین الافغانی را کمک ببخشند تا مذاکرات صلح بهتر انجام شود و ما و شما هر چه زودتر شاهد ختم جنگ و آمدن یک دولت قدرتمند، یک دولت منسجم، یک دولت اسلامی و مشخص و واقعی باشیم و ان شاء الله خدا بخواهد که جنگ از کشور ما و شما برچیده شد. در سطح ملی امیدوار هستیم که یک هیئت مجرب توانمند به نمایندگی از قاطبه مردم افغانستان هر چه زودتر تشکیل شود و ما خود را آماده می‌دانیم و از آدرس جریان جهاد مقاومت، از آدرس جوانها و مردم ما آماده هستیم که در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم. آماده هستیم که تلاش‌های خود را انجام بدیم. بار دیگه تکرار میکنیم که ما مصمم هستیم در تعقیب راه قهرمان ملی و استاد شهید به خاطر ختم جنگ و آوردن صلح. در عین حال این وعده را مو قسمی که در 14 سنبله دادیم اینجا تکرار میکنیم که ما در هر شرایطی و تحت هر شرایطی امو قسمی که قهرمان ملی گفت اگه به اندازه پکولم جای بانه، امیجا ما هم تکرار میکنیم که اگه به اندازه امی پکول جای بانه در کنار مردم خود تحت هر شرایط استاد هستیم و انشالله استاد خواهیم بود. نعره تکبیر، الله اکبر. و جریان جهاد و مقاومت، قماندان‌های گرامی، جوانان سلحشور و پر از انرژی و پر از درایت هنوز در کوچه کوچه، دره دره، کوه کوه و دشت دشتی سرزمین زنده هستند و آماده هستند که درفش و بیرق خونین احمد شاه مسعود را
هنوز هم به اهتزاز در بیارن. الله اکبر. و ما انشالله خدا بخواهد بعد از جلسات و مشوره با مردم کار خود را برای انسجام و اتحاد مردم خود ما در ولایت ولسوالی و ولسوالی قصبه این مملکت شروع کنیم و در کنار مردم خود استاد هستیم و انشالله تحت هر شرایط و هر اوضاعی مردم خود را هیچ وقت رها نمی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.